یوحنا باب 5. پس از آن یهودیان را عیدی بود و عیسی به یروشلیم آمد. در یروشلیم در نزد دروازه میش حوضی هست که به عبرانی بیت حسدا میگویند و آن 5 رواق دارد. در آنجا شماره زیادی بیماران، کوران، لنگان و شلان خوابیده منتظر حرکت آب بودند. زیرا فرشته خدا وقت به حوض فرآمده آب را حرکت می‌داد و هر کی در اثنای حرکت آب اول به حوض درآید از هر کسلی که داشت شفا می‌یافت. و کسی در آنجا بود که 38 سال باز گرفتار بیماری بود. چون عیسی وی را خوابیده دید و دانست که مدتی دراز بیمار است، و وی گفت: آیا می‌خواهی شفا یابی؟ بیمار جواب داد: ای آقا، کسی ندارم که چون آب به حرکت آید مرا به حوض اندازد. پیش از آن که من آیم دیگری خود را در حوض می اندازد. عیسی به وی گفت: برخیز، بسترت را بردار و برو. همان دم بیمار شفا یافت و بسترش را برداشته به راه درآمد. آن روز شنبه بود. یهودیان به کسی که شفا یافته بود گفتند: امروز شنبه است و جایز نیست که بستر خود را برداری. وی در جواب آنها گفت: آن کس که مرا شفا داد با من گفت: بسترت را بردار و برو. از وی پرسیدند: کیست آن کس که به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ لیکن آن که شفا یافته بود نمی‌دانست که او کیست، زیرا که در آنجا ازدحام کلانی بود و عیسی ناپدید شده رفت. پس از آن عیسی وی را در معبد یافته گفت: اینک شفا یافته ای، دیگر گناه نکن تا که به وضعیت بدتر دچار نشوی. آن مرد رفته به یهودیان گفت که شفا دهنده من عیسی می باشد. از این سبب یهودیان عیسی را تعقیب می کردند و او را می خواستند به قتل رسانند، زیرا که این کار را در روز شنبه کرده بود. عیسی در جواب آنها گفت: پدر من تا کنون کار میکند و من نیز کار میکنم. از این سبب بیشتر قصد کردند که او را به قتل رسانند، زیرا که نه تنها شنبه را رعایت نمی کرد، بلکه خدا را نیز پدر خود گفته خود را با خدا برابر می دانست. عیسی در جواب آنها گفت: براستی به شما میگویم، پسر نمیتواند از خود چیزی به عمل آورد مگر آنچه ببیند که پدر به عمل می آورد. زیرا که آنچه او میکند پسر نیز میکند. زیرا که پدر پسر را دوست می‌دارد و هر آنچه خودش میکند به پسر نشان میدهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا که شما تعجب نمایید. زیرا همچنان که پدر مردگان را احیا میکند و زنده میگرداند، پسر نیز آنچنان هر کی را که خواهد زنده میگرداند. زیرا که پدر بر هیچ کس داوری نمیکند، بلکه تمام داوری را به پسر سپاریده است، تا که همه پسر را احترام کنند آنچنان که پدر را احترام میکنند. کسی که پسر را احترام نکند پدر را که فرستنده اوست احترام نکرده است. براستی به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و به داوری نمی آید، بلکه از مرگ به حیات گذشته است. براستی به شما میگویم، ساعت میرسد و الکی رسیده است که مردگان آواز پسر خدا را میشنوند و هر که بشنود زنده گردد. زیرا همچنان که پدر در خود حیات دارد و پسر نیز آنچنان عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد و به او قدرت بخشیده است که داوری کند، زیرا که او پسر آدم است. و از این تعجب نکنید، زیرا ساعت می رسد که همه آنهایی که در قبر می باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد، نیکوکاران برای قیامت حیات و بدکاران برای قیامت داوری.
من از خود چیزی به عمل آوردن نمیتوانم. آنچنان که میشنوم داوری میکنم و داوری من عادل است، زیرا که طالب اراده خود نه، بلکه اراده پدری هستم که مرا فرستاده است. اگر من بر خود شهادت دهم، شهادت من راست نیست. دیگری هست که بر من شهادت میدهد و من میدانم که شهادتی که وی بر من میدهد راست است. شما نزد یحیی فرستادید، وی بر راستی شهادت داد. اما من شهادت آدم را قبول نمی کنم، ولی این سخنان را می گویم تا که شما نجات یابید. وی چراغی بود که می سوخت و می درخشید و شما خواستید که ساعتی به نور وی شادی کنید. لیکن من شهادت دارم که از شهادت یحیی بزرگتر است، زیرا کارهایی که پدر به من عطا کرده است تا انجام دهم، یعنی این کارهایی که من می کنم، بر من شهادت می دهند که پدر مرا فرستاده است. و خود پدر که مرا فرستاد بر من شهادت داده است و شما هرگز نه آواز او را شنیده اید و نه صورت او را دیده اید و کلام او در دلهای شما جای ندارد، چون که شما به آن کسی که او فرستاده است ایمان نمی آورید. شما نوشته ها را تدقیق می کنید، زیرا گمان دارید که به واسطه آنها حیات جاودانی پیدا می کنید، ولی آنها بر من شهادت می دهند و شما نمی خواهید نزد من بیایید تا که حیات یابید. جلال را از مردم قبول نمی کنم، لیکن شما را می شناسم. در دل خود محبت خدا را ندارید. من به اسم پدر خود آمدم و مرا قبول نمی کنید و اگر دیگری به اسم خودش بیاید وی را قبول خواهید کرد. شما چطور می توانید ایمان آورید در صورتی که جلال از یکدیگر می طلبید، لیکن جلالی را که از خدای یگانه است طالب نیستید؟ گمان نکنید که من نزد پدر بر شما دعوای خواهم کرد. دعواگر بر شما موسی می باشد که به وی امید بسته اید. زیرا که اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من هم ایمان می آوردید، چون که وی در باره من نوشته است. مادامی که شما به نوشته های وی ایمان ندارید، به سخنان من چگونه ایمان خواهید آورد؟